اگر به دنبال جوانسازی هستید که هم ماندگار باشه و هم نیاز به تعداد جلسات مکرر نداشته باشه، این چند نکته براتون مهم باشه. در بسیاری از درمان‌ها اثر جوانسازی تا زمانی دیده میشه که ماده تزریق شده در پوست حضور داره، اما در تکنولوژی‌هایی مثل لندوما نتیجه به خود پوست تعلق داره، نه به ماندن ژل. چون پوست شروع میکنه به ساخت نوع متفاوتی از کلاژن که بهش میگن کلاژن تیپ 1 و اثری که ایجاد میشه ساختاری و ماندگار است، نه موقتی. نکته مهم برای خیلی از بیماران اینه که نیاز به مراجعه مجدد نداشته باشن. در لندوما چون هدف فعالسازی فیبروبلاست هاست، جلسات معمولاً کمتره، اما عمق اثر بسیار بیشتر از یک درمان سطحی خواهد. اگه بخوام خیلی ساده بگم، درمان‌هایی مثل لندوما به جای اینکه پوست رو فقط بهتر نشون بدن، به پوست کمک میکنن که بهتر عمل کنه.